آموزش 0 تا 100 اسنایپ. اگر 1% فکر میکنی تو اسنایپ زدن خدایی، داداش رد کن بره. این ویدیو صرفا برای کساییه که به این ویدیو نیاز دارن. عشقای داداش حالتون چطوره؟ آقا مهمترین نکته ای که تو اسنایپ زدن ما باهاش کار داریم این نقطه وسط صف هست، چون خیلی کوچیکه. ما چشمی رو باید بذاریم اون وسط. حالا چرا چشمی رو میذاریم چرخنده رو نمیذاریم الان بهت میگم. ناکن خیلی راحت وقتی چشمی رو نزدیک انمی بکنی، ایمو که باز میکنی نزدیک هده، میبینی؟ چشمی رو به این خاطر میذاریم. نکته بعدیش چشمی چرا بهتر از چرخنده است؟ زمانی که ایم تو باز میکنی، حالا این اگه ویدیو برگرده عقب ناکن، ایمو که باز میکنی چشمی غیب میشه، میبینی؟ ولی اگه چرخنده رو بذاری غیب نمیشه، مزاحمه، هم تو رایفل هم تو شاتگان هم تو اسنایپ زدن یه چیز مزاحمه. پس چشمی رو میذاری که چی؟ زمانی که ایمو باز میکنی چشمی غیب بشه، دیدت واضح باشه. ولی وقتی ایمت بسته است به کمک چشمی کاراکتر تو ایمشو نزدیک کنی به انمی. این نکته اول. نکته دوم، خیلیاتون که اسنایپ میزنید زمانی که ایمو باز میکنید این لغزندگی رو دارید. دلیلش میدونید چیه؟ جویستیکه. وقتی ایمو باز میکنی این شستت جای جویستیکه، باید برداری. وقتی دستتو برداری این لغزش از بین میره، راحت میتونی بزنی. پس چی شد؟ وقتی ایمو باز میکنی دستتو بردار. فهمیدی؟ توی قسمت گرافیک بازی حتما تو قسمت بتل رویال این گزینه رو خاموشش میکنی. گرفتی چی شد؟ دوباره بهت نشون بدم یاد بگیری. این گزینه توی قسمت گرافیک بتل رویال خاموش. بعد توی قسمت سنسیویتی بازی، تو قسمت کامراش، سنس اسنایپت بین 20 تا 50 به سلیقه خودت و راحتی خودت. هر چیزی توی این قسمت کامرا گذاشتی تو قسمت فایرینگ 10 تا کمترش رو میذاری. دیدی منو 37 27 متوجه شدی؟ تو قسمت بیسیک بتل رویال اینو روشن میکنی که اگر انمی با اسنایپ روت ایم گرفت چراغ سفیدی بهت نشون بده. این گزینه هم حتما خاموش، که کلا سبک ایمگیری اسنایپ رو عوض میکنه، خراب میکنه بازی تو. گرفتی؟ بعد توی قسمت ADS حتما بذار رو تبند هولد. چرا؟ که وقتی دستتو میذاری رو این باز شه، دستتو برمیداری بسته شه. خیلی خفنه برای اسنایپ زدن. مورد بعدی که باید بهت بگم خیلی مشکل دارین توش، آقا خیلیاتون موقع اسنایپ زدن ایمو که دیگه با میکنی دیگه دستو بر نمیداری، زد تا زد بخوای تیر بزنی. برای انمی مقابل یه هدف متحرک باش. ایم میگیری تیر میزنی ایمو ول کن. دقت کن دوباره بهت نشون بدم. ایمو ول کن، اسلایت بزن، دوباره ایم بگیر. گرفتی چی شد؟ خیلی خفنه اینجوری، دیگه سخت میشه زدنت.